آوازخوان زبردست توجیک، هنرمند خلقی توجیکستان دولتمند خال روز 18 فوریه سال 2024 بعد بیماری طولانی در سن 73 از عالم چشم پوشید. چند وقت آخر استاد به بیماری سرطان جگر دچار شده بود. بعد معالجه در چند کشور دیگر هنرمند محبوب همگی چند روز پیش برای معالجه به روسیه رفته بود، ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. به گفته نزدیکانش او را اخیراً از مسکو آوردند و هنرمند شناخته روز 8 فوریه در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه فوتید. مراسم ودا و دفن دولتمند خال روز 19 فوریه برگزار می شود. نماز جنازه پس از نماز پیشین در مسجد نو دوشنبه به نام ابو حنیفه و مراسم دفن در آرامگاه لوچوب. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی با اظهار تسلیت به نزدیکان دولتمند خال در گذشت او را تلفات سنگین و جبران ناپذیر برای فرهنگ تاجیک مینامند. دولتمند خال یا دولتمند خالوف آوازخوان و فلکسرای آوازدار تاجیک، آهنگساز سنتی، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان نویه شوراباد حالا شمس‌الدین شاهین در عائله هنرمند سنتی تاجیک به دنیا آمده است. سال 1958 تحصیل را از مکتب دهه آغاز نموده سال 1963 در مکتب اینترنت به نام دیوتی شهر کولاب و سال 1964 در اینترنت دولتی کمونیسم دهه سرچشمه نویه مسکو حالا همدانی ادامه داده است. سال 1971 به شعبه موسیقی و سرود دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام ترسونزاده داخل شده آن را با دیپلم اعلی ختم کرده است. دولتمند خال بعد ختم دانشکده سالهای زیادی در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام ولی زاده شهر کولاب کار کرده 20 یولی سال 1989 با قرار حکومت تاجیکستان در نزد تئاتر کولاب تحت سروری دولتمند خال انسامبل دولتی فلک تأسیس یافت. از سال 2004 در پی تأسیس یافتن انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باعث رهبر بدیهی این انسامبل کار کرد و ماه مارت سال 2020 در آستانه 70 سالگیش به نفقه برآمد. سالهای آخر دولتمند خال در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبشاه ستاروف و شاگردان درس میداد. دولتمند خال یکی از استادان صاحب مکتب فلکسرای اعتراف شده است. او مؤلف دهها ترانه و آهنگ است که در فوند طلایی موسیقی تاجیک ثبت شدند. دولتمند خال سال 2018 سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان نیز شد. حالا پسرش لایقشاه دولتمند که استاد او را به شرف شاعر توانای تاجیک لایق شیرعلی نام کرده است راه پدر را ادامه داده ایستاده است. روان استاد شاد و مکان آخرتش جنت بود. اهل اداره بامداد به نزدیکان دولتمند خال و مخلصانش در گذشت این تهمتن هنر ملی را تسلیت میگوید.